میدونی موفقیت یوتیوبرهای بزرگ به چه عواملی بستگی داره، چه رازهایی پشت ایناست؟ من تو میگم میخوام 4 تا از اون خفناشو بهت بگم. تا انتها با من همراه باش. اگر بری یه سری بزنی به کانال یوتیوبرهای بزرگ دنیا مثل مستر بیست و خیلی های دیگه، یه سری رازهایی توی اینا نهفته است که اونها با استفاده از این رازها به این حجم از بزرگی و این همه درآمد رسیدن. مورد اول، استمرار، صبوری و پشتکار. این مورد اول یه مثلث استمرار و صبوری و پشتکار. خیلی از شماها بعد از اینکه 10 تا 20 تا ویدیو میزنید و کانالتون رشد نمیکنه، خیلی زود دلسرد میشین و کارو رها میکنید، در صورتی که همون یوتیوبرهای بزرگ هم اگه ببینید یه سال اول کلا هیچ عایدی نداشتن، اصلا رشد نکردن، بعد از 1 سال یهو اینا رشد کردن، الان خیلی گنده شدن.